ممکن است بخواهید ما را امتحان کنید یا ضعف‌ها و حقارت‌های روحمان را به رخمان بکشید، ولی این کارها لزومی ندارد، زیرا ما به همه این چیزها اعتراف می‌کنیم. ما آدم‌های معمولی و مبتذلی هستیم و هیچ ادعایی نداریم. مدارکی که من از دوست جوانم آقای محسن فلان دارم اندک اما قابل استفاده است، ولی به همان نسبت بدبختانه شعور من نیز ناقص و مغشوش است، چون نمیدانم چگونه از این مدارک ممکن است استفاده کرد. نکته اینجاست که من درباره آینده محسن فلان نظر روشنی ندارم. آیا ترقی خواهد کرد؟ مهندس خوبی خواهد شد؟ به وزارت خواهد رسید؟ پول فراوان و آشنایان متنفذی گرد خواهد آورد یا نه؟ نمیتوانم حدس بزنم. خود بنده چه خواهم شد؟ پزشک خوبی؟ وکیل گردن کلفتی؟ مقاطع کار فعالی؟ و یا لااقل هیچ کاره همه کاری؟ متاسفانه به خوبی حدس میزنم که هیچ نخواهم شد. حد اکثر در ده دور افتاده ای پزشک بهداری می شوم یا در شهر بزرگی منشی بانکی که به زودی ورشکست خواهد شد. البته من سال 1106 به دنیا آمدم، بهرام 1115 تو زمستون بود، دی 1115 به دنیا آمد و 9 سال از من کوچیک‌تر بود. دکتر بهرام صادقی که از نجف آباد به اصطلاح بلند شد و متولد شد، یه پدری داشت به اسم حسین علی. مادرم هم خب جهان سلطان صادقی، اینا پسرم و دخترمو بودن، با هم ازدواج کردن. بزاز بود و مرد بسیار ساکت و آرام بود مثل خودش و یه مادری داشت به اسم جهان. که زن بسیار فهمیده و با شعوری بود و من فکر میکنم مثلا بهرام چی که داشت از مادرش داشت. از پدرم بی نصیب نبود ولی مادر خیلی بیشتر مؤثر بود. به مادرم خیلی علاقه داشت، به مادر به همه ما علاقه داشت، ولی خب خیلی هم شوخ بود، خیلی هم سر به سر همه میذاشت. اصلا یه نشاط و فرح دیگه تو خانواده ما پیدا میشد. اونطوری که خودش در گفتگو با کسی عنوان کرده، پدر او مردی بی سواد بود ولی خیلی علاقه داشت به کتاب. این مرد یعنی پدر بهرام صادقی یه آدم باسوادی رو دعوت می‌کرده شبای جمعه بیاد خونه‌شون و هر شبی یا هر هفته یه کتابی رو تعیین می‌کرده که او بخونه و بقیه گوش کنن. و بهرام صادقی میگه پدرم از همه بیشتر حفظ می‌کرد، به طوری که تو طول روزهای هفته تا هفته آینده تمام مطالبی رو که اون شب اون کتابخوان برای ما خونده بود پدرم از بر برای ما دوباره تکرار می‌کرد. خب این همون در واقع مایه‌های اولیه ذهن بهرام صادقی رو اینا تشکیل میده. خب علاقه به ادبیات و مطالعه و اینا بود در خانواده.
یعنی حتی پدر بزرگ من، یعنی پدر بهرام، با وجودی که سواد قدیمی داشت ولی مثلا مثنوی رو حفظ بود، خیلی بخشش حفظ بود یا میخوند یا دستگاه‌های موسیقی رو می‌دونست، ولی علاقه به کتاب مطالعه می‌کنم حالا با امکانات مثلا 70-80 سال پیش در خانواده بود. یعنی یه خانواده فرهنگی بودیم در واقع، یعنی فامیل ما خب یا هم تو رشته آموزش پرورشن یا پزشکن، اون موقع هم همینجور بود. من فکر کنم فوق‌العاده نقش داره محیط کودکی و نوجوانی هر کسی که بعدها کار فرهنگی میکنه، از جمله شاعر، داستان نویس. شما نگاه بکنید ببینید همین آقای بهرام صادقی که صحبتش هست چقدر از به یاد مانده هاش در داستانهاش آمده. بهرام هم فکر کنم کلاس 7-8 بود که از نجف آباد اومدیم اصفهان، ساکن اصفهان شد. نجف آباد تاثیر چندانی روی بهرام صادقی نداشت. شاید حالا من نمیدونم اون زبان و گویش خاصه، حالا زبان نه گویش خاصی که حالا تو نجف آباد بود، من نمیدونم به طور غیر مستقیم تأثیری روش داشت یا نه، اما اون چیزی که خیلی توی بهرام صادقی تأثیر داشت در واقع شهر اصفهان بود. خودش هم بارها به صراحت عنوان کرده بود که شهر اصفهان و دبیرستان ادب بود که خیلی روش تاثیرگذار بود. بهرام هم دبیرستان ادب رفت و بعدم که امتحان دیپلم داد اون دیگه رفت دانشکده پزشکی تهران قبول شد. به پزشکی علاقه داشت ولی بیشتر خانواده مثلا گفتن اونام اطاعت کرد. گفت که من نوبل ادبیات رو برای ایران میارم و ما خیلی عجیب نبود برامون این حرف، برای اینکه صادقی استعداد محض بود، یعنی یک وجودی بود که به اصطلاح حقیقتاً خلاق بود و کار دیگری داشت میکرد که در ادب ما تازه بود. دوست من، تیپ ها را به سربازخانه ها وا بگذارید. حتما باید، حتما نباید، بشریت و خیلی چیزهای دیگر. اینها مسائلی است که هنوز حل نشده است. اما در وهله اول باید داستان نوشت، داستان خالص باید ساخت به هر شکل و هر جور. فقط مهم این است که راست بگوی. همیشه کلمه پزشک و کلمه دکتر یک کلمه دهان پرکنیه به قول معروف. خب پدر و مادرش خیلی دلشون میخواست که بهرام پزشک باشه. بهرام یعنی جامع الاطلاعات بود، فقط پزشکی نبود، ادبیات تنها نبود، از سیاست هم از همه چیز اطلاع داشت. خیلی هم عمیق فکر میکرد، اهل تظاهر و ریام نبود. در واقع آشنایی بهرام صادقی با ادبیات کلاسیک ایران برمیگرده به دوران کودکی و محیط خانوادگی ایشون. چون از همون اولین سالهای زندگی با شاهنامه، با مثنوی، با حافظ مانوس میشه و این خب خیلی تاثیرگذار هستین که شما از اولین سالها بتونید با این شعرا و نویسنده های بزرگ آشنا بشید. بعدم خب وقتی که ایشون وارد سیستم مدرسه میشه، به خصوص دبیرستان ادب، به هر حال
جوی که اونجا حاکم بوده خیلی بهش کمک میکنه. زبان عربی رو خیلی خوب یاد میگیره. بهرام صادقی زبان عربیش خیلی خوب بوده، انگلیسی رو خوب بلد بوده و خب سطح مطالعاتی که داشته این آدم از اول در واقع آجر رو درست گذاشته. من 3 نفر را تو زندگیم خودم دارم عرض کنم، 1 نفر را در شرح حالش خوندم، 2 نفر را بین خودم در حضورشون بودم. اون چیزی رو که شرح حالش رو تو تاریخ خوندم مولویست، می نویسن که مولوی همینطور که راه میرفته و همینطور ازش میریخته، شعر میریخته. این رو در مورد مولوی نوشتند و نمیدونم، ولی اینی که چشم خودم دیدم در مورد 2 نفر به چشم خودم دیدم، اینا هم ازشون میریخت. یکی احمد شاملو بود، یکی هم بهرام صادقی. این 2 نفر همینطور که این بود ازشون میریخت اینا. اون داستان میریخت، اونم شعر. زندگی صادقی با داستان‌های زیاد فرقی نداره، یعنی همون نحوه به اصطلاح برخوردها، همون جور به اصطلاح نگاه، آدم‌های عجیب و غریب، جاده و راه‌های عجیب و غریب، گم شدن تو کوچه‌های قلمستان، پیدا کردن گرد و آخر دست مثلا فرض کنید که برگشتن، اینا همش در حقیقت به اصطلاح با شخصیت نویسنده عجین شده. دهه 40 به نظر میاد که در واقع داستان نویسی به طور کلی در اصفهان خیلی جدی گرفته میشه و چند چهره بسیار برجسته در داستان نویسی ایران که شاید تکرار نشدنی اند حاصل این دوره است در اصفهان. یکی بهرام صادقی است، یکی تقی مدرسی است، عرض کنم که بعد گلشیری یا ابوالحسن نجفی. ابوالحسن نجفی شاید در صادقی شدن صادقی و گلشیری شدن گلشیری بسیار بسیار مؤثر بود. دانش ابوالحسن نجفی و مهمتر از همه دیدگاه ابوالحسن نجفی در رشد و پرورش داستان نویسایی مثل همه افرادی که نام بردیم چقدر مؤثر. ابوالحسن در واقع نجفی صادقی رو بزرگ کرد. صادقی تمام داستاناش رو می آورده میاده به نجفی که به اصطلاح بخونه. اولین خواننده کاراش بوده. اونچه که برای من مهم بود این بود که نویسنده‌ای بود متفاوت با آنچه که تا به حال در حوزه داستان نویسی فارسی خونده بودم و این تفاوت هم در شیوه بیان، هم در موضوع و هم در تصویرسازی که ایشون از شخصیتاش میکرد من رو جذب کرده بود. در واقع میتونم از همین دیگه بگم ضد داستانه، یعنی به جای اینکه داستان رو بگه مثل داستان کوتاه کلاسیک چه غربی چه ایرانی، میاد حرف میزنه، حرفی که اصلا ربطی به مستقیما داستانی رو در واقع نمیگه، ولی داستان تو همینه، یعنی این خاص بهرام صادقیه. اتفاقا روانی که در واقع صادقی در نسبش میرسه و تو داستان استفاده میکنه روانی بسیار جالبی است، البته بدون پشتوانه مثلا گذشته داستان ایران، چهره‌ای به خصوص مثل هدایت و اینها رسیدن به این راحتی امکان پذیر نیست. ما هنوز وقتی مثلا نثر هدایت رو میخونیم با همه احترامی که برای هدایت قائلیم، من معتقدم که نثر صادقی پیشرفته تره، برای اینکه از نظر زمانی واقعا تجربه های هدایت رو پشت سر داره. ببینید ایشون به قدری عاشق صادق هدایت بود، موقعی که دانشکده پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه و میاد تهران و با آقای منوچهر بدیعی به طور مشترک با هم دیگه یه اتاقی رو حوالی خیابون آذربایجان کرایه میکنن به عنوان 2 دانشجو که با هم زندگی میکردن، 2 دانشجو اصفهانی و تو تهران درس میخوندن. آقای بدیعی تعریف میکرد، میگفت ما توی اون اتاق وقتی قرار شد لوازممون رو بذاریم، بهرام صادقی اولین چیزی که توی اتاق برد و آویزون کرد
عکس صادق هدایت بود. اما شما در عین این همه ارادتی که به صادق هدایت داشت می‌بینید هیچ وقت از صادق هدایت تقلید نمی‌کنه. ما می‌بینیم که اغلب کسانی که با هدایت دوست بودند به نحوی از آنها تحت تاثیر هدایت قرار گرفتند، یا در طرز نوشتن یا در محتوی، و یا سعی کردن که ادای هدایت رو در بیارن. ولی علوی اینطور نیست، یعنی چهره مشخصی داره. از همون ابتدا نمیتونم بگم، البته از چمدان نمیتونم بگم، از 53 نفر به بعد چهره مشخصی پیدا میکنه و حتی با وجودی که هدایت که خیلی هم با هم دوست بودن، البته به اصطلاح نوع دیگه ای رفتار میکرده، نوع دیگه فکر نمیکرده ولی نوع دیگه رفتار میکرده، علوی باز خلاصه راه خودش رو ول نکرده است. جدای از اون ظرافت ادبی و به حال تکنیک کار، چون بهرام صادقی خیلی به تکنیک اهمیت میداد و میگفت داستان نویسی باید تکنیک قوی داشته باشه و با اون تکنیک قوی خیلی حالتهای روانی آدم‌ها رو از وسواس گرفته تا همون داستان وسواس و سردرگمی، اضطراب، افسردگی، افکار خودکشی، حتی حالتهای سرخوشی، شیدایی، بدبینی، یعنی یه طیفی از حالتهای روانی آدم‌ها رو توی داستان‌ها ذکر شده. علاوه بر شباهت‌های ساختاری که بین این ملکوت صادقی و بوفکور هدایت هست، گفتم هر دو داره با تکنیک‌های سورئالیستی رو به کار گرفتن، ولی به شدت اسطوره پردازانه است. این رو خیلی تو کار سورئالیست به این شکل نمی‌بینیم، اما همونطور گفتم شکل شبیه سورئالیستی است، ولی به شدت ساختار اسطوره‌ای دارن اینها، مثل قصه های شرقی. 1001 شبیه شباهتی می‌بینید بین 1001 شب، شاهنامه، بوفکور، نظامی و بهرام صادقی. اشعارش هم چاپ شد، یه قسمت های از شعرش هم چاپ شد به نام مستعاره صهبا مقدادی. صهبا مقدادی همون بهرام صادقی است. از بهرام صادقی کلمات رو جابجا کرد و گذاشت صهبا مقدادی که اگر اینا رو پرده دیگه بچینیم میشه بهرام صادقی. این تخلص شعریش بود. من میدانی فرشته‌ای دارم که محافظم نیست، فرشته‌ای که خوب و بدم را در دفتر نادیدنیش نمی نویسد و ترازویی به دست ندارد. آخر او که فرشته عدالت نیست، با چشمانی گشاده و گرد سرم حال تقدیس را چون چلچراغی دور نمی افروزد. با این همه فرشته است، زیباتر از همه فرشتگان. شاید هم شیطانی از ملکوت یا ملکی از عالم قدس. اول شاعر بود و به نظر خیلی ها، مثلا من از حقوقی شنیده بودم که یکی از بهترین کسانی است که شعر نیمایی رو خیلی درست و دقیق می‌سراید به اصطلاح و تختی و وزن نیمایی رو خیلی خوب میشناسه، خیلی بهتر از خیلی مدعیان نام‌آور. ولی به نظر من داستان نوشتنش به هر حال یه اتفاق خیلی مبارک بود. برای همینه که شعرها به اون شکر و رقمه همه این چیزایی که تعریفایی که میشد، مثلا آدمایی مثلا نظیر حقوقی تعریف میکردن، به اون شکل نموند و کاراکتری از صادقی نساخت. والا من شعرهای بهرام صادقی را هم خوندم، ولی اصلا با اینکه افرادی مثل آقای حقوقی که خب صاحب نظر بود روی شعر بهرام صادقی و شاعر بودن بهرام صادقی تاکید میکرد و کرده، ولی من هیچ بارقه خاصی در شعر بهرام صادقی ندیدم. شاید من نتونستم ارتباط برقرار کنم،
و از لحاظ شعری واقعا بحث جداگانه‌ای باید در باب شعرش کرد. به نظر من صادقی شاعر نیمایی و از وزنم به اصطلاح دور نشد. ولی صادقی به عنوان میتونم بگم پایه‌گذار داستان کوتاه جدید فارسیه و به خصوص طنز در داستان کوتاه و خب خیلی کاش ارزشمنده. من شیفته هنرم، مخصوصاً هنر نو. سال گذشته 1-2 نفر از مدرنیست ها با من کار میکردند در بیمارستان زنان، ولی البته رشته زایمان های غیر طبیعی را میخواندند. من از آنجا با کوبیسم آشنا شدم. در گفتار، در کلام، در سبک زندگی ایشون این طنز نمودار بود و حتی در داستان‌هایی که تعریف می‌کردن، اتفاقاتی که می‌افتاد، خاطراتی که تعریف می‌کردن، قرارهایی که می‌ذاشتن، این طنز مشهود بود و خیلی از اوقات شنونده یا ما متوجه نمی‌شدیم که آیا این مسئله که ایشون داره تعریف می‌کنه در واقع ساخته ذهن خودشه، ذهن طنز پرداز خودشه، یا در واقعیت اتفاق افتاده، یا واقعیتیه که با یک زبان طنز بیان میشه. یکی از کارهای دیگری صادقی الان یادم اومد، خیلی عجیبه. این موقع که تهران بوده گفتم تو طنز و شوخی اینا هم ید طول داد. این میاد یه آگهی چاپ میکنه اون موقع که همه میگن، ولی حقیقتش اینه که من عرض میکنم شب کیفه. و این آگهی را روز فاتحه خودش یا هفته خودش تو اونجا اعلام اومد شده ارچ تهران که در چنین روزی فلان ساعت بهرام صادقی به چیز پیوست روحش کجا و از دوستان آشنایان دعوت میشن که در مجلس ترحیم این جوان ناکام حضور به هم رسید، همچین چیزی و اینو پخش میکنه تو تهران. اون وقت یه دقیقه از دوستانش مثل همه آقای بدی و نجفی و خیلی ها کسادی خب متاسفی بهرام رفت. حالا بهرام صادقی خودش رفته یه گوشه‌ای و از دور داره تماشا میکنه که اینا کیانی هستن و این رو به صورت داستان در آورده، یادم نیست کجا چاپ شده و بعد که بهرام رو همه میبینن اصلا شگفت زده میشن. همین مسئله طولانی بودن یا مقطع بودن به اصطلاح تحصیل ایشون یکی از نکاتیه که باز به اون کاراکتر و شخصیتشون برمیگرده. در این حال که به علاقه به پزشکی داشت خورده جدی هم نمیگرفت دیگه داستان پزشکی رو، یعنی اینکه یه پزشکی باشه که مثلا تحصیلات سر موقع تموم کنه، ترشو بگذرونه، مقب بزنه، این مدلی اصلا نبود. یکم به شوخی میگرفت دیگه به پزشکی رو و ایشون مثلا پزشکیش تموم شد، سربازیشو شروع کرد، گذرونده بود ولی هنوز مثلا تزشو نگذرونده بود. بعد از اینکه سربازی اومد مثلا تز پزشکیشو گذروند، یعنی رفته بود خدمتشو انجام داده بود ولی هنوز فارغ التحصیل، یعنی پارادوکسایی داشت که به عنوان پزشک خدمت سربازی رو انجام داده بود، کارم کرده بود، ولی بعد که اومد مثلا رفت فارغ التحصیل شد و یه جوری به مسخره میگرفت یا کل اصلا سیستم مثلا دانشکده پزشکی و اینا رو کمی دست مینداخت. توی داستان‌های بهرام صادقی اگر طنزی هم هست که هست، از نوع همون طنز تلخه، یعنی طنزیه که نمیخواد فرحی در خواننده ایجاد بکنه، بیشتر مثل یک ضربه است که شوخی جدی میزنه به مغز خواننده و اتفاقا اهمیت کارای بهرام صادقی هم به نظر من از این نظر هست. یه پوزخند به زندگی داره، یه نیشخند به زندگی است، در این که میخواد زندگی کنه ولی یه جوری هم ناخودآگاه داره نابودش میکنه این زندگی رو و این طنز تلخ اغلب در اون جاهاست که به وجود میاد. طنزی است که خیلی خشماگینه. شاید
دیگرانم گفتند ولی برای من جالب بود. وقتی بهرام صادقی میشه صحبت میشد 2 ساعت 3 ساعت فریدون به من همیشه با فریدون یه داستان نوشتم بگم برات. ما گوش چنان این داستان رو میگفت و خب میمیک بهرام صادقی هم میل میمیک جالبی بود از نظر حرکات. واقعا میتونست این هنرپیشه خیلی خوبی باشه. طنز عجیبی داشت بهرام صادقی، طناز عجیبی بود و خیلی هم جوک میگفت، جوک‌های بسیار زیبا. توی مجله سخن را اگر شما پیدا کنید یه چیزی داره دو مقدارش به اسم نکته اینا مال بهرام صادقیه. میفهمی که این آدم چقدر طنزنویس عجیبی بود. از همین نکته ها میتونید بفهمی که این بهرام چه آدمی بوده. کوتاه‌ترین حکایت دنیا را من خواهم نوشت و اشتباه نکنید کوتاه‌ترین حکایت دنیای خودم را. در زندان یا در بیمارستان و یا زیر چوبه دار و همان لحظاتی که بخار از نانهای تازه برمیخیزد و مادرها تکی از نانی را که خریدند به دهان بچه‌شان میگذارند و این همه چیزهای خوب در همان کوچه من جریان دارد و همان لحظاتی که آفتاب جای مه را گرفته است. این است که من از شما قلم و کاغذ نخواستم. میدانید که نویسنده نیستم و نمیدانم که چگونه باید داستان نوشت. آقای میرعلایی برای خودم تعریف میکرد که برخورده بود به آقای بهرام صادقی و میگفت که با یک هیجانی گفت یک داستان خیلی خوب نوشتم و شروع کرد داستان رو برام تعریف کردن کلمه به کلمه با جمله بندی ها. گاهی مثلا میگفت که یه جمله رو میگفت نه اینطور نیست اینطور و یه جمله رو اصلاحش میکرد جوری که آدم باور میکرد که داستان رو نوشته و روش هم کار کرده. بعد میفهمیدیم همش کلک بوده، یعنی همون وقت فی‌البداهه داستان را ساخته. اون وقت اونم برای نه یه آدم عادی، برای یه آدمی که خودش اهل قلم بود و به این راحتی ها بازی نمیخورد به قول معروف مثل میرعلایی، ولی میگفت من چند بار به قول معروف سر کار رفتم اینطور. اینا بیشتر مورد سال‌هایی است که خودش احساس میکرده که توان کاری ندارد حالا به هر دلیلی و بعد هم مشخص شد که چیز مکتوبی وجود نداشته. یعنی اینها بیشتر همون ساختن ناشی از استعداد و توانایی صادقی در داستان سرایی و طنز و بازی هاش بوده با دوستان. یه روز به اصطلاح یه آدمی نقل کرده بود صادقی که یه آدمی رو دیده بود به نام مهدی پور و این شروع کرده بود داستان نقل کردن و صادقی گفتست که چرا این داستان ها رو نمی نویسی؟ گفتست می نویسم مثل خودش. و بعد به اصطلاح دیگه خبری ازش نشده و بعدها آقای نجفی و دیگران گفت مهدی پور خود صادقی بود. یعنی رسیده بود به جایی که دیگه نمیتونست بنویسه، حوصله نوشتن نداشت، ولی تخیلش کار میکرد و با این تخیل داستانها رو نقل میکرد. یه حالات خاص روحی داشت، میتونه یه آدم نرمالی نبود از نظر روحی. گاهی خیلی شوخ و شنگ و متلک میگفت، گاهی میرفت درونگرا میشد و صحبت نمیکرد و اون از حفظ خوندن شعر خوندن یا داستان خلق کردنشون چیزی بود که من در هیچ کس ندیدم به جز صادقی. من گفتم خب بهرام بده ببینم کاغذ رو ببینم که همینطور که با من حرف میزد یه داستان کوتاه خلق میکرد. اینا داستان های شفاهی معروفه که اکثر دوستانش اینو ذکر کردن ولی منم شاهد بودم. قدرت خلاقیت، این خلاقیت بیشتر ناشی از اروسه.
از شوق زندگی است، این نیروی زندگی است که این رو به وجود میاره. اما تو ساختارهای شخصیتی که مثل شخصیت بهرام صادقی است، به همون ترتیب که در چارچوب نرمالیتی قرار نمیگیره و در هیچ نوع چارچوبی قرار نمیگیره. و وقتی که من در چارچوب قرار نگیرم، بنابراین خیلی نمیتونم به زندگی نظم بدم، بنابراین تمام اون تفکر خلاق نمیتونه به صورت یک اثر هنری متحقق بشه. فقط در حد اون داستان شفاهی گفته میشه و رد میشه، ولی برای یک نویسنده فرق مثل مارکز پشت کار داشت ولی سر یک ساعتی نشستن تا یک ساعتی برای یک سال خودشو محبوس کردن توی اتاق که بشینه یک کار هنری رو تمام بودن. اما اون چیزی که ما بهش میگیم که صادقی به عنوان یه شخصیت خاص، ولو اینکه کتابش خیلی هم قطور نیست، در واقع این تفرد صادقی که اون رو از جمع جدا میکنه. سر رفته است. چه فایده ای دارد که بنشینم و گذشته های سیاهم را به روی کاغذ بیاورم. این حالت بی‌حوصلگی و بی‌تفاوتی ناگهان به من دست داده است. حالت بی‌اعتنایی نسبت به همه کس و همه چیز. و تعجب می کنم که دیگر از دکتر حاتم هم کینه‌ای به دل ندارم. خب این تعبیر جوانمرگی رو اولین بار زنده یاد گلشیری در اونجا که یادم البته در شب‌های شاعران نویسندگان در انستیتو گوته در سال 56 موضوع سخنرانی او بود راجع به جوانمرگی. هوشنگ گلشیری راه باز کنید براش، خواهش میکنم. امشب میخواهم در مورد جوانمرگی در نثر معاصر و ادب معاصر فارسی حرف بزنم. پس انگار میخواهم بگویم آغاز راستین رمان فارسی بوفکور است از یک نظر که دنبالش را در ملکوت صادقی میبینید. بهرام صادقی از حدود 35 تا 41 و یکی دو تا 46 مینویسد. سنگر و قمقمه های خالی او نشان دهنده درخشانترین نویسنده دوره خودش است. اوج کارش نه در ملکوت که در داستانهای کوتاه اوست. در ملکوت هم اوج هست و هم نشانه های مرگ خلاقیت. هنوز هستش، گاهی هم می‌نویسد، آدم گریه‌اش میگیره. اصولاً از روشنفکران یا هنرمندان یا داستان نویسانی بود که دسته نداشت. توی این مملکت شما دسته و جلودار و عقبدار نداشته باشی کلات پس ملک است. مجلس ختم هم کسی نمیاد. او دسته نداشت و از همه مهمتر این که در هر حال جریان مسلم ادبی یه جریان به اصطلاح رئالیست سوسیالیسم و از این دست بود و بیشتر اونا بودن که آدمای خودشون رو داشتن و مجالس پر رونقی داشتن. بهرام صادقی شاید در اون دوره به خصوص حالا سالهای بعد فرق میکنه، در اون دوره به عنوان یک نویسنده‌ای که در هر حال چیزهای زمینه‌های بورژوایی داره و آدم بی‌دردی است و به مسائل اجتماعی نمیپردازه و از این قبیل میشناختنش. فرد هنرمند، تیپ هنرمند یک تیپ اژیتاتور نمیتونه باشه، یک تیپ به اصطلاح فعال از نظر سیاسی نمیتونه باشه. یعنی اگر باشه دیگه هنرمند به اون مفهوم نیست. خب ما فرض کنیم مثال میزنم لویی آراگون در فرانسه درسته در زمان جنگ دوم خب فعالیت کرده، در نهضت مقاومت بوده، ولی به اصطلاح فعال جزء فعالین روزانه حزب خودش نبوده.
این بهرام صادقی که حالا هست و در واقع دوباره بازخوانی شده و مرتج نبود. کتاباش هم نگاه کنید فاصله چاپاش 5 سال 10 ساله. من فکر میکنم بعضی از نویسنده ها حالا به هر دلیلی که اینو باید یه بررسی روانشناختی روی فرد کرد، کسایی هستند که از زمانی که به بلوغ هنری میرسن به اصطلاح تا اواخر عمرشون این بلوغ را حفظ میکنن و کار میکنن و کار جدی میکنن. ولی بعضی افراد هستن که یه دوره آفرینندگی دارن، یک دوره بارآوری دارن. اینکه چه عواملی باعث میشه که این دوره پایان پیدا بکنه، اینا رو میگم باید هم مطالعات جامعه شناختی تاریخی و روانشناسی و انواع اقسام مطالعات رو میگم. واقعا پیدا بود که چه تلاشی کرده برای اینکه اینو بازنویسی کنه. سخت بود و بعدش بود که ناگهان صادقی غایب شد. اما فکرش را بکن، بهتر نیست یک زن بگیری که شب برایت آبگوش بپزد و روز سیب زمینی و هویج سرخ کند که بیش از این معده بیچارت را با کالباس و نان سفید به جنگ وا نداری؟ هر روز لباسهایت را بشوید و اتو بزند، برایت بچه بیاورد مثل هولو، اسمش را بگذاری مثلا یک زهرماری اسمش را بگذاری که وارث نام تو باشد و یادت را در جامعه جاوید نگاه دارد. بعد هر سال یکی به جمع وارثان اضافه بکنی، مثل دانه تسبیح، آنقدر زیاد که سر سفره جای خودت نباشد. هی وقت بزنند و از هم بقاپند و از هر طرف آنقدر مهارت را بکشند که به فکر هیچ چیز نیفتی. خیلی عجیبه که بهرام هیچ مقاومتی نکرد، خیلی هم مثلا با دل و جون رفت جلو و بعدم که نامزد شدند و بعدم همون چند ماهی نگذشت که ازدواج کردن. اسفند 55 بود. من در مجموع 7 سال با بهرام زندگی کردم. جلسه اول توی مهمونی خانوادگی بود، آشنا شدیم، کتابشو برام نوشت، تقدیم کرد. بعد از اون یک تلفن داشتم ازش و از همون جلسه اول توی اون مهمانی راستش من عاشقش شدم. یعنی اون موقع 18 سالم بود، اولین برخوردم بود، اولین احساس عاشقیم بود، ولی عاشق بهرام شدم. بعد دیدم همین احساس رو اون به من در همون جلسه داشته و این خیلی عجیب بود. این عجیب بودن نه برای خود اون، برای همه کسانی که از نزدیک میشناختنش یه چیز غیر ممکن بود. فکر میکردم بهرام صادقی نه عاشق میشه، نه ازدواج میکنه، نه اهل بچه داریه و تمام اینا که به وقوع پیوست همه برای خودش در زمان خودش یه خبر بود. ازدواج کردنشون تعجب انگیز بود، نه دیر ازدواج کردنشون. من هیچ وقت فکر نمی‌کردمشون ازدواج بکنن. مدل سبک زندگی به فرد متأهل، مرد خانواده، فامیلی من به قول معروف کمتر می‌خورد، ولی وقتی ازدواج کرد خب من حس کردم که به علاقه داره به خانومش و دو تا دخترش. هیچ وقت ما فکر نمی‌کردیم که بهرام مثلا خودش قدم بگذاره و اقدام کنه. یه دیگه خدایی شد، واقعا یه جور عجیبی شد. یعنی همه کارا رو به شوخی میگرفت ولی این یکی رو جدی گرفت. نمیدونم چطور شد. اون 6 سال آخر وقتی که زندگی تشکیل میده، بچه دار میشه، توی کلینیکی به عنوان پزشک کار میکنه، وقتی یه جوری تبدیل میشه. این رو در یک مصاحبه دیگری من اشاره کردم، یه شکلی پیدا میکنه شبیه منشی تو این کتاب ملکوت.
این منشی یه آدم معمولی است، همون آدم نرمال کوچه و خیابان و شهر، آدمی که ازدواج کرده، زن و بچه داره، سر کار میره، صبح درآمدی داره و بعد میاد خونه میشینه، نهارشو میخوره، شامشو میخوره، تلویزیونی تماشا میکنن، مهمونی میرن. فروردین 59 من نه منم این صدر این هم بدنم، این عضلات گردنم، چراغ دارم توی تنم، چراغ روشن میکنم، سویچشو من میزنم. حالا من جوجه خودم نانی کجا؟ نانی کجا؟ مانل چند تا بابار دوست داره؟ 13. قربونش برم. اون وقت مانل اون چه گلیه اونجا؟ اسمش چیه؟ بگو. نمیگویم. چرا نمیگویی؟ مانل دست با بازی داره، تو کمدش چیه؟ چی؟ وقت شیر چی داره؟ بچه. اسمش چیه؟ بچه‌شی. قیافه رو ببین. نه قیافه خودت ببین. قربونت برم. بیزو بگو زبونت برم. این که؟ بابا. بگو سلام بابا. آره بابا. بگو دالی بابا. آره دالی بابا. بگو بای بای بابا. بای بای. میگوید که این منشی یک چنین شخصیت نرمالی داره و اتفاقا این یا میملامه یا آقای مودت فرقی نمیکنه کدومشون، آرزو دارن در ملکوت که شبیه این منشی بشن. و اتفاقا بهرام صادقی در 6-7 سال آخر عمرش بالاخره پزشک میشه، یعنی شغل پزشکی رو بالاخره انتخاب میکنه و شروع میکنه به کار کردن در یک کلینیکی، فکر کنم در کرج اونطور که شنیدم. ازدواج میکنه، 2 تا بچه پیدا میکنه و زندگی نرمال داره. از اون به بعد شما دیگه اثر برجسته‌ای از بهرام صادقی نمیدید. فکر میکنم اگر باز هم مینوشت، باز هم میتونست خودش رو تخلیه کنه، اینطور زود از بین نمیرفت. یعنی مثل یه چیزی بود که لبریز باشه، لبریز شده بود از اینکه دیگه کاری نمیتونه بکنه انگار، و همینطور اون مخاطبینی که باید درکش بکنن و درکش نکردن. و آن روز را که ناگهان از ترس مرگ برخاستم و نمیدانستم چه باید کرد و اضطراب با دندانهای سبعش قلبم را میمکید و من نمیخواستم بمیرم و میاندیشیدم که آیا باید به زیر خاک بروم و چرا. بهرام صادقی اواخر به شدت در انزوا به سر می‌برد و سپرده بود که هر کی اومد منزل دنبال ایشون بگن که خانواده از اینجا رفتن و دیگه اینجا زندگی نمی‌کنن. آقای حقوقی میگه من این ماجرا رو میدونستم. بعد که میره در خونه بهرام صادقی، من اینجا رو به نقل از آقای حقوقی به این شکل آوردم. چند ماهی قبل از مرگ بهرام بود. خیلی وقت بود که حقوقی بهرام را ندیده بود. سرزده به در خانه او رفت. بهرام صادقی مانند همیشه سپرده بود که هر کس به سراغش آمد بگویند که او از اینجا رفته است. حقوقی میدانست که بهرام در خانه است. پس با صدای بلند چند بار گفت خانم بگویید حقوقی از اصفهان آمده. پس از چند لحظه صدای بهرام از راه پله ها آمد. بیان بالا، بیان بالا. اکنون حقوقی تنها روبروی بهرام نشسته بود. حدود 1.5 ساعت دیدارش طول کشید و کلامی گفته نشد. تنها نگاه بود که میان آن دو رد و بدل میشد و آن روز گویی بهرام مجسمه‌ای بود که فقط چشمهایش حرکت میکرد. حقوقی میگوید بهرام طبق عادت همیشگی دیگر به دروغ از داستانهای نانوشته‌اش چیزی نمیگفت.
میدانست که دستش برای من رو شده و به راستی تا پایان حیات فیزیکیش چیزی نمانده بود. اصلا بهرام انگار خجالت میکشید که دیگر داستانی در بساطش نبود. چند ماه بعد حقوقی خبری که انتظارش را میکشید شنید. بهرام صادقی برای همیشه رفت. آن ملاقات آخرین و آن 1.5 ساعت سکوت محض تأثیری شگرف بر ذهن حقوقی نهاد. پس در اندوه یاد دوست دیرینش شعری سرود با نام در آستان گنبد 80. آدم احساس میکنه که آنچه که در ملکوت بود که در واقع شخصیت مینلام رو داره، کم از مرگ میترسه، هم به طرف مرگ میره، خودش رو تکه تکه میکنه و این تکه ها رو میذاره توی شیشه های الکل، همراه خودش میبره. همین کاری نبود که بهرام صادقی با خودش میکرد؟ یعنی یه بهرام صادقی صرف رفتار خود نابود کننده داشت، خود ویرانگر داشت، سلف دیسترکتیو. و این رفتار سلف دیسترکتیو ممکن بود در انتها برسه به این که خودش رو نابود کنه. و برای من همیشه این سوال بوده، آیا بهرام صادقی با یک علت بیماری قلبی رو با خودش رو نابود کرد؟ مادرم هم چیز فوت بهرام 1163 بود دیگه، 62 مادرم فوت کرد و دیگه خب بهرام بعد از فوتنم مادرم دوام نیاورد. یعنی خیلی علاقه داشت به مادرم. یه ارتباط عمیق عاطفی بود با مادرش به خصوص. و آن روز را به یاد می آورم که مادرم را از پشت پنجره‌ای می دیدم و او در سرمای خفیف صبحگاهی می لرزید و من با خود می گفتم آیا این اوست که این چنین لاغر و نحیف شده است و در این هوای لطیف شانه ها خم کرده می لرزد؟ و می دانستم که او سرانجام خواهد مرد و گریزی و چاره‌ای نیست و مرا تنها خواهد گذاشت و این مقدر است. و بر خود گریستم، زیرا مادرم را زیادتر از ستاره ها و آبها دوست می داشتم. او مایه همه خوبی های من بود و با رفتنش دیو من آزاد می شد و اژدهای گناه در ظلمت جانم از خواب برمی خاست و من می دانستم اینها را نیک می دانستم. اون ضربه بزرگی بود براش. به مامانش خیلی وابسته بود بهرام. که بله، چگونه نویسنده از روایت محض که در داستانهای اون دوره معمول بوده به فردیت خودش که صادقی باشه میرسه و چگونه بعد افول میکنه و به جایی میرسه که متاسفانه به اصطلاح به مرگش ختم میشه. و منم سفره رو پهن کردم و شامو کشیدم و نشستیم با هم شام بخوریم. اسم یه دارویی رو بردم، گفتم برای چه کاری خوبه. اون داشت توضیح میداد. در ضمن این قاشقو که از بشقاب برداشت و برد به طرف دهانش، دیدم در حین حرف زدن ساکت شد و این قاشق در همین فاصله موند. تکونش که دادم افتاد. بعد که رفتیم بیمارستان، ماشین همسایه روبرو رو صدا کردم و بهرام خب ماشاءالله قد بلند و دیده بودید اندامشو، گرفتیم و بردیم تو ماشین گذاشتیم و اینها گفتن همون تو خونه فوت کرده بوده. یعنی این مسافتی رو که با سرعت رفتیم و رسیدیم گفتن همون تو خونه تموم کرده بوده. در حین حرف زدن کی باورش میشه؟ آقای گلشیری رو دیدم،
نزدیک شدیم، سلام علیک کردیم، گفت میریم ختمه آقای بهرام صادقی در همون مسجدی که نزدیک بود. خیلی برای من چیز بود، بنابراین راه همو کج کردم با ایشون. نه به او نگفتم که من باور نمیکنم. با او رفتیم مسجد، خیلی جمعیت خیلی کمی بودن و اون خطابه بسیار درخشان آقای گلشیری که درباره بهرام صادقی به نظر من بهترین مرثیه رو ایشون نوشتن، که در اون مرثیه باز همین عدم باور به مرگ او هست که میگه انگار همین الان میاد در رو باز میکنه با یک تعابیر اینجوری. بهرام صادقی باز هم خلف وعده کرده است، نه با ما که با مرگ. سرش را بیخ تاق کوبیده، می آید همین حالا و از آن در، می ایستد سیگاری لای 2 انگشت دراز و باریک، با آن چشمهای مهربان و زهرخندی بر لب. آنجاست بلند و باریک نگاهمان می کند که دیدید که باز